امروز خوب بدانه که این ضربه‌ای که این ملاهای درباره میزنن بدتر است از اون امریکاییایی که با سلاح در مقابل مسلمین جنگ میکنن. و ایده از علما است که مردم را به طرف حکومت کفری فیراد میکنن و میگن ما افراد حکومت هستیم و مسجدها اداره‌های حکومت است. بله تو افراد حکومت هستی زیرا که تو مرتد هستی، اما مساجد کارخانه‌های حکومت مرتد نیست، کارخانه حکومت دموکراتی نیست، کارخانه حکومت شرکی و کفری نیست. چرا مردم را فریب میکنه؟ و ایده از علما مردم را به طرف کفر و شرک فیراد میکنن به این معنا که آن گروهی که کفر و شرکش آشکار است، آن گروهی که کفر و شرکش آشکار است، آن گروه را برای مردم مسلمان نشان میدن که شیعه ها را برادرای خودشون میخوان. شیعه ها برادرای ما نیستن. و ایده از علما هست که مردم را به طرف شرک فیراد میکنن که میگن از قبرها